سلام دوستان عزیز، امید که حال دلتان خوب باشد، سلامت باشید. دوستان عزیز، بسیاری از دوستان سوال داشتن که ما چه قسم در مؤسسات اپلای کنیم، چگونه یک سی وی داشته باشیم و کجا دنبال کار بگردیم. انفرادی و شخصی زیاد سوال میگردن. به همین خاطر ما خواستم که یک ویدیو آموزشی در قسمت بگذارم که تا همه دوستان، کسانی که تازه فارغ شده و کسانی که میخواهند در مؤسسات خارجی، داخلی و یا ادارات دولتی کار کنند، یک سی وی معیاری برای خود درست کند، ما یک ویدیو آموزشی راهنمایی برایشان میخوایم بسازم. اینجا لازم میبینیم یک معرفی خلاصه از خود داشته باشم درباره بک‌گراند خودم و تحصیلاتم. من اسدالله خانزاده هستم. رشته Public Administration and Policy را خواندم و دوستان 4 سال تجربه کاری در بخش HRM یا Human Resource دارم و بخش ادمنستریشن و همچنان در بخش فایننس هم کار کردم با مؤسسات خارجی. بدین لحاظ بعضی مسائلی را که نگرانی های دوستا و کارجویان عزیز بود میخوایم برشان تشریح کنم. خصوصا دوستان در قسمت سایت های کاریابی در افغانستان، سایت هایی که بسیار مشهور و معتبر هستند که اکثرا مؤسسات خارجی و داخلی در اینجا میمانه. یکی سایت اکبر است و یکی جابز AF. دوستان در لینک های دیگر، مثلا لینک هایی که شریک میشه، بست ها تلگرامی برای شما شریک میکنه، اونجا نروین، فقط مستقیم در گوگل بروین همین سایت جاب AF و باز کنید. اونجا برای شما مشخصا واضح دیده و از اکبر جاب لیسته اونجا سرچ کنید و از اونجا برید اپلای کنین. دوستان عزیز، و ما درباره که چگونه بریم سایت اکبر را باز کنیم و جاب AF و چگونه اپلای کنیم یک ویدیوی بسیار خلاصه و همینطور تکنیکی برای شما تشریح میدیم و برین چنل ای لرنینگ در اونجا ما